جوونی تعریف میکرد، میگفت یه بار به خاطر موضوعی با پدرم بحثم شد. سر یک قضیه خیلی کوچیک و کم اهمیت باعث شد رو در روی پدرم بیستم و صدام رو بالا ببرم. بعد با قهر و غصه از هم جدا شدیم و من به تخت خوابم رفتم. به خدا قسم خواب از چشمام پرید و اندوه قلب و عقلم رو فرا گرفته بود. مثل همیشه سرم رو بالش گذاشتم، اما غصه و تشویش مجال خواب راحت رو برام نداد. روز بعد سر کلاس مدام به فکر پدرم و اون کار اشتباهم بودم. این بود که از کلاس بیرون اومدم و گوشیمو برداشتم و خواستم به پدرم یه پیامی بنویسم تا با این کار از او دلجویی کنم. توی پیام نوشتم شنیدم که کف پای انسان از پشت پا نرمتر و لطیفتره. آیا پای شما به من این اجازه رو میده که با بوسه ای از آن از درستی این ادعا مطمئن بشم؟ بعدش برگشتم سر کلاس درس و کمی آروم شدم. به خونه که رسیدم همین که درو باز کردم دیدم پدرم توی پذیرایی منتظرم نشسته و اشک از چشماش جاری. پدرم گفت اجازه نمیدم که کف پامو ببوسی، ولی این ادعا که گفتی درسته و من شخصاً بارها اون رو تجربه کردم. زمانی که تو کوچیک بودی کف و پشت پاهای تو رو میبوسیدم. بله این ادعا کاملا درسته. بغضم گرفت و اشک از چشمام سرازیر شد. دیگه تحملم را از دست دادم و تا تونستم زار زار گریه کردم. عزیزان، متوجه دل پدرها باشید. هرگاه دل پدر بشکنه متوجه نمیشی. مثل مادر نیست که با بارونی شدن چشمای مهربونش بهت بفهمونه که دلش رو شکسته. نه، دل پدر که بشکنه هیچی نمیدونی و متوجه نمیشی. یه روز پدر از این دنیا میره. قبل از این که اونو از دست بدین بهش بگین دوستت دارم پدر. بهش نزدیک باشید و بهش خدمت کنید تا یه وقت حس نکنه اونو رها کردید. بعد یادش رو گرامی بدارین و در دعاهاتون فراموشش نکنین. التماس دعا.